بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، به یک شما که امروز در درس اخلاق با هم هستیم انشاءالله. امروز خواهران عزیز و دیگر عزیزانی که بعداً انشاءالله نوا رو میبینن یا اینکه ما رو گوش میکنند در باره موضوع خیلی 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 مهم که اکثریت این موضوع رو آسان میگیرند یا گفتیم به این خویی که در خود هست اهمیت نمیدهند، ولی سببی کنده گشتن رابطه های خویش و تباری، سببی پاش خوردن عائله، سببی بدبین شدن دوستان، سببی تنها ماندن و مردم از تو گریختن است. آن هم درباره غضب و عصبانیت و ضررهای آن، هم در دنیا و هم در آخرت. و این چونین چیکار کنیم تا از این خلق ما خود را نجات دهیم؟ اولا خواهران عزیز، غضب مانند خوشحال بودن، مانند گریه، مانند خنده یا گفتیم حسی گرسنگی و تشنگی یک خصلتی هست که در طبیعت من و شما الله آن را آفریده است و شما خواستید نخواستید غضبناک می شوید یا عصبانی می شوید و اسلام نمیگوید کاملا این خلق را یا گفتیم این حسیات را از وجودت نابود کن. نه، چون آن چیزی که الله در وجود من و شما آفریده است آن را ما نست کرده نمیتوانیم و ضعیفی انسان در همین جاست که آن چیزی که الله در او آفریده است از آن دست کشیده نمیتواند، ولی اسلام میخواهد ما آن را به ترتیب درآوریم. غضبی که در وجود ما نهفته هست یا غضب را مکانش را قلب میگویند، اگرچه به عصب یا در داخل عصب هم هست و عموما نسبی هست. غضبی که در قلب ما هست ما آن را باید زیر حاکمیت یا کنترل خود قرار دهیم و آن را توانیم در جایی که لازم است استفاده بریم و در جایی که لازم نیست باید از سرنقطه یا ارغمچین آن بکشیم. و غضب اگر در انسان کاملا وجود نداشته باشد، یعنی یک انسانی که عموما غضب نمی کند و بیمار است. برای اون که خیلی گفتیم غضب از خصلت‌ها یا احساسات هست یا حسیات هست که در وجود هر انسان الله آفریده است. کسی که عموما غضب ندارد او مشکلی دارد، مشکلی عقلی یا چیزی دیگر. اما کسی که بردوام غضب میکند این هم مشکلی خیلی جدی دارد و بیخبر است، اما او در آتش جهنم خود را می سوزاند و از علنگه آن اطرافیان هم دارند اذیت بشوند. پس غضب را باید پیش از اون که درباره صحبت کنیم باید تقسیم کنیم که ما دو نمود غضب داریم. غضبی که باید در هر یک مسلمان علل خصوص وجود داشته باشد و در پیامبران هم آن بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح هست، حضرت عایشه میگویند برای نفس خود یعنی برای شخصیت خود به کسی غضب نمی کردن، از کسی انتقام نمی گرفتن، نه به یگان زن خود دست برداشتن به خاطر خود، نه به یگان خادم. اما وقتی حدود الله پایمال میشد، اما وقتی قانون از قانونهای الله زیر پا می شد، مرد یا شخص به گناه دست می زد خیلی غضب می کردن. و در آیت قرآن کریم است که حضرت موسی وقتی بر می گردن فلما رجع موسی غضبان اسفا می گرد، الله خیلی غضب آلوده بودن، خیلی متاسف. یا و ذنون اذ ذهب مغاضبا می گرد الله، و ذنون یا حضرت یونس وقتی دیدن قومشان دارن در سرکشی دوام می دهند یک بار غضب کردند و گفتن این مردم دیگر ایمان نمی آورد، من اینها رو ترک میکنم، که به خاطر این کارشان پروردگار ابتلا کرد و در شکم حوت تا 40 روز باقی ماندن. پس غضب به خاطر الله کردن این غضبی محمود است، اما من غضب کردم به خاطر الله گویان معنیش این رو ندارد که یک نفر رو بزنی، دشنام کنی، کار دیگر کنی. نه، باید غضب کنی، اما غضبی که
قانون خودش را داشته باشد، غضبی که با عقلانه باشد. و وقتی تو عموما غضب نداری، یک حرمتی از حرمت الله زیر پا شده ایستاده است، یا یک نفر مال تو را گرفته ایستاده است، یا یک نفر به ناموس تو دست زده ایستاده است، یا پدر و مادرت را دشنام میکند، یا همسر و خواهرت را، یا در کوچه دیدی کسی به کسی ظلم میکند، به این تو چشم پوشیده و غضب نکردی، این بی‌غیرتی است، این نامردی است، این بی‌شرفی است. مسلمان باید با شرف باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به خاطر ناموست، به خاطر مالت، وقتی حتی جنگیدی و کشته شدی که بی غضب نمیشود، تو شهید هستی. یعنی در حدود و جایش غضب کردن این غضب محمود است، عصبانیتی هست که هر مسلمان داشته باشد. اما غضبی که عموما انسان را به 1001 درد گرفتار میکند، اون غضبی که از حد میگذرد و انسان اساساً به خاطر منمنی، خود را دوست داشتن، یا گفتیم اگویست بودن و خودخواه بودن، آن غضب را میکند. در حق من چیزی گفتن، چیزی مرا گرفتن، در نزد من صدایش بلند شد، پس شد، به من تعظیم نکرد، باید این میکرد و آن نکرد. یعنی برای شخصیت خود، برای او را مدح و ستایش نکردن، یا به خاطر دو تنگه دنیا که اصلا به آن هم میتواند زندگی کند. آنهایی که برای این چیزها غضب میکنن، اینها مشکلی جدی دارن. اینها ضعیفترین و بیچاره ترین ببخشید شخصانی هستند که غضب خود را کنترل کرده نمیتوانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرد می آید و میگوید پیامبر الله مرا وصیت کن یا مرا نصیحت کن، کوتاه نصیحت کن که در یادم بیستد. در روایتی از طرف راست می آید، از طرف چپ می آید. یعنی پیامبر را چندین بار این گونه خواهش میکند از پیامبر میگن لا تغضب، تو غضب نکن، عصبانی نشو. در روایت دیگر این است که اکثریت آنهایی که در زیر خاک هستند به خاطر همان غضبشان هست. یعنی غضب تو را زودتر بیمار میکند، زودتر زیر خاک میبرد و تو غضبناک نشو. در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لیس شدت بسرعت، یا اینکه قوت یا شدت انسان، یک انسان با گشتینگیری، با جنگرگی قوی نیست، بلکه قوی آنی هست که یملک نفسه عند الغضب، در وقت غضبناک شدن خود را میتواند، زبان خود را، دست و پای خود را، یعنی جسم خود را به دست بگیرد و یک باره ترکیده نرود. و آنهایی که گمان میکنند او خیلی قهر و غضب بالا دارد، خیلی قوی هست، نه، این کاملا عکس است. آنی که زود عصبانی می شود، زود هر چیز را گرفته به آن طرف و آن طرف پرت میکند، یا اینکه صدایش را بالا میکند، کسی را میزند، کسی را نیابد خودش را میزند، یک مسکین و ضعیف و بیچاره هست که به حال این انسان باید رحم خورد. یعنی اینها اصلا قوی نیستند. و درباره غضب خواهران عزیز یا عزیزانی که ما رو میشنوید و میبینید، وقتی گفتیم لیس شدید و به سرعتی یا سرعتی هم آمدگی هست، یعنی شدت یا قوت در جنگ و جنجال نیست، یک کس رو خواباندن و زدن نیست. پس ببینید که چقدر ما میتوانیم با غضب خود را کنترل کردن، با غضب خود را حاکمیت کردن یک انسان قوی باشیم. اگرچه یک زن باشی، اگرچه یک جوان باشی، وقتی جایی که تو رو به غضب آوردن تو باید دشنام کنی، دشنام نکردی. جایی که تو رو به غضب آوردن تو باید بخیز و از دست و پایت یعنی استفاده بری، مشت و لگد زنی. اما گفتی نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من این کارو نمیکنم، من مثل حیوان ها غضب خود را یک باره با دست و پای خود عملی نمیکنم یا اجرا نمیکنم. انا این انسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن انا این انسان خیلی و خیلی قوی است. و چیزی دیگر، همین روز در شرح همین حدیث درباره مردی که پیامبر را گفت وصیت هم کن، نصیحت هم کن، پیامبر گفتند غضب نکن، همین نصیحت برای تو کافی است. عطیه سالم یکی از عالمانی که خود هم
طبیب است خطا نکنم، در شرح همین حدیث چیزی خیلی عجیبه گفته است. میگوید از تجربه من و از اون چیزی که من خود از طبیبان شنیدم، اونهایی که میگوید زود زود عصبانی میشوند، زود زود غضب‌آلود میشوند و گفتی ما مردم زود زود نروشان ویران میشود، میگوید افتیدن دندان، یعنی زود زود به بیماری دندان گرفتار میشوند و حتی به کر شدن گوش و این چونین به نابینا شدن چشم و این چونین به خونریزی معده یا به خونریزی عصب یا حتی شلل شدن دست و پا گرفتار میشوند. و میگوید من شخصا خود تقریبا 20 سال پیش شاهدی آن بودم که در نزدم دوستم با یکی از نزدیکانش جنگ و جنجال کرده بود. خیلی عصبانی بود و به من میگفت و عصبانی میشد که یک بار دیدم که گفت من جایی رو ندیده ایستادم، یعنی در داخل عصبانیت. وقتی میگوید او رو زود به بیمارستان بردیم، طبیب گفت الان چی رخ داد که این به این حالت گرفتار شد؟ من گفتم خیلی عصبانی بود و یک بار در نیمه راه گفت من جایی رو نمیبینم. طبیب گفت از عصبانیتی سخت اون طوری رگ های یا گفتیم همون نرو هایی که بین عصب و بین چشم است، همون تاری عصب او کنده شده است و اگر در خلال 2 ساعت او را ما عملیات نکنیم او تمام عمر کور میماند، یعنی جایی رو دیده نمیتواند و خیره شدن چشم و یک باره به چند نمود بیماری که امروز میتواند همه آن رو، چی از فشار بلندی باشد چی کمترینش درد سر، کمترین غضب انسان رو درد سر میکند. اگر شماریده بیاییم وقتی پیامبر به یک مرد از نصیحت ها گفتند فقط غضب نکن برای تو کافی هست، بدانیم که این سخن پیامبر دنیای حکمت رو دارد. یعنی مایان تقریبا 99% تصمیم های خطا و عمل های خطا و سخن های خطای خود را در وقت غضب میگوییم و شاید همه با من اتفاق باشد که 98% آنهایی که طلاق میدهند زن خود را در وقت غضب طلاق میدهند، پس از آن پشیمان میشوند و قهری شدن با خویش و تبار نباید آن را میگفتند، اما یک بار گفتن اینها همش در غضب است. در وقت غضب نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی شما غضب کردید بهترش ساکت باشید، یعنی چیزی نگویید. معنیش چی است؟ تو اگر غضب کردی بعضا حق داری که غضب کنی، یعنی چه خیلی گفتم غضب یا عصبانیت در قلب من و شما آفریده شده است، این در سرشت ما وجود دارد، از این ما دست کشیده نمیتوانیم. ولی وقتی عصبانیت چیزی میگوید و ما انجام میدهیم، انا این الکی فلاکت است، الکی این مصیبت است. برای همین غضب کردید خوش، غضب نکرده نمی شود، اما اون چیزی غضب میگوید اون رو نباید انجام دهیم. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی غضب کردی ساکت باش، یعنی اولین کاری که در وقتی غضب میکنی زبانت را نگهدار، زبانت را نگهدار. چرا؟ چون در وقت غضبناک شدن ما کلمات یا جمله های رو میگوییم که الکی آن را علاج برگردانیدن نیست. چقدر چیزهایی هست ما میتوانیم بدهیم و بگیریم، اما این زبان است که آن چیزی که از آن برآمد برگردانیده نمی شود، خصوصا کلمه طلاق، خصوصا کلمه عاق فرزند، یا خصوصا کلمه هایی که یک نفر رو اینقدر پست میزنی یا اینقدر یک نفر رو شکسته میکنی که 1000 بار معذرت خواهی هم آن معذرتی تو آن قلب شکسته او رو پیوست کرده نمیتواند. پس وقتی غضب شد اولا، یعنی این یک انسان مومن، چه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن تا میتواند باید به چیزهایی که میده شده هستند ارزش غضبناک شدن را ندارند غضب نکند. دویما علاج نبود، حتما یک نفر پیدا شد که ایشان را عصبانی کرد، در اینجا گفته غضب را نکند. چرا؟ غضب شعله از آتش است و امام غزالی یا ابن قیم جوزی بودن خطا نکنم میگویند وقتی تو غضبناک شدی و عصبانیت شدی الکی تو به دام شیطان افتیدی،
شیطان تو را صید کرد، شکار کرد. هر جا که خواست تو را دیگر حرکت می‌دهد، هر جا که خواست دیگر تو را استفاده میبرد. نه، خود را به دام او نه انداز. وقتی غضبانی شدی میگوید بگو یا بزن یا بپاش یا کار دیگر کرد، بگو نه، من بازی دست تو نیستم. تو نمیتوانی مرا الان شکار کنی، بعداً کار کنی که من تمام عمر از آن پشیمان باشم. و اینجا گفتیم ساکت بودن در وقتی غضبناک بودن یکی از کلیدهای اساسی هست که مایان در وقتی غضب یک کم باشد هم خود را کنترل کنیم. اما چیز دیگر در وقتی غضب، سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر شما راست ایستاده باشید در وقتی غضب بنشینید. و در طب هم خواهران عزیز، آنهایی که خیلی به حالت وزمین نزدیک طبیب می روند با فشار بلندی چیزی دیگر، اگر دیده باشید یکم او را میشینانند، به جای میگن بنشین. چون در وقتی نشستن قلب هم کار کردنش اعتدال می‌یابد، خون هم اینقدر زود حرکت نمی کند و انسان یک کم آرام می شود. و پیامبر میگن نشسته باشید دراز کش، که تقریبا این سنت پیامبر را کسی انجام نمی دهد. آخر ما وقتی غضبناک می شویم دیگر حتی ببخشید الله را فراموش میکنیم. کجا رسد اینکه ما بنشینیم یا دراز کشیم یا یک پهلو خواب کنیم. پیامبر میگن شما چیکار کنید؟ جایتان را عوض کنید. چیزی دیگر میگن غضب از آتش است، از شیطان از آتش است. اون را با آب خاموش کنید. یک طهارت با آب خنک کردن یا یک آب خنک از سر ریختن که در طب هم هست که حالت‌هایی که خیلی افسرده هستی میگن تو باید با آب خنک یک بار دوش گیری یا یک بار زیر آب خنک داخل شوی. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش این را گفته بودند. چیزی دیگر انسان مومن باید بداند وقتی غضب میکنی، و غضب چیزی هست که عجیبش این است که خیلی دوست می‌داری از طرف مقابل، خواه فرزندت باشد، خواه همسرت، گاهی حتی پدر و مادرت، میخوای از او انتقام بگیری. یعنی غضب در من و شما انتقام گرفتن رو خیلی جوش میدهد و ما میخواهیم سرعان خیلی تیز انتقام بگیریم. ولی در همون لحظه یک بار باید به خود بیاییم. اگرچه غضب عقل رو میپوشد یا بعضا اینقدر غضب تمام جسم رو فرا میگیرد مثل یک ویروس که نه عقل ما کار میکند، نه زبان ما رو گوش میکند، نه دست و پایمان. ولی باید به خود آمد که اینقدر کارهای کردیم که آن سبب غضب الله بود، موجب غضبناک شدن الله گشته بود. اما الله حلیم با آن صفت حلیمیش که زود اصلا از کسی انتقام نمیگیرد، ما رو به حالمان ماند. و چقدر بزرگواری های الله هست بالای سر ما، لطفش، مهربانیش، ما باشیم آن را پروا نداره. بار مرد وقتی غلامی خود را میزد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او میگویند بدان که الله میتواند همون گونه که تو به او ضرب و شتم زده ایستاده ای از آن هم تو را بدتر کند، اما الله این را نکرده ایستاده است. یعنی به خود آنی که غضب میکنی، کسی را اذیت و آزار میدهی، الله قادر است که 1000 برابر تو کاری که تو کرده ایستاده تو را این گونه عذاب دهد. ولی الله لطیف است، رؤوف است، مهربان است. باید به خود آییم که ما خود هم چقدر خطاها کردیم، خصوصا به مادرانی که میگویند ما عصبی میشوم فرزندم رو میزنم. همیشه میگم خردی خود را، کودکی خود را به یاد دارید. چندین بار این خطاگی هایی که فرزند شما الان میکند خود شما انجام داده بودید و با شما چگونه رفتار کرده بودند. چقدر کارهایی که الان فرزند شما به شما میکند شما از آن بدترش رو کرده بودید. اگر گفتید یگانتی این رو نکردم، پس خردسالی خودتان در یاد نیست. برای آنکه کودک خواه و ناخواه خطاگی میکند و خطاگی در کودک و بزرگ هم حتی این هم چه است؟ از جزء از حیات و آدمی او هست. پس در وقت غضب باید به یاد بیاوریم آیت‌های پروردگار را که چی میگوید؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. و مؤمنان آنهایی هستند که کظم الغیظ میکنند، یعنی وقتی که
خیلی غضبی آنها می آید، یک بار آن را خاموش میکنند. والعافین عن الناس و مردم از آنهایی که به آنها ظلم کردن گذشت میکنند و الله محسنان را دوست می‌دارد. در آیت دیگر الله میگوید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. یعنی اینها از اهل احسان هستند. محسنان، نکوکاران، بنده های بهترین است که چی در روزهای دشوار باشد چه در روزهای فراغ دستی باشد صدقه را کم نمی کنند و مردم را می بخشند و غضبهای خود را فرو می برند. کسی غضبی اشان کرد، چون انسان خود از خود غضبی نمی شود، کسی ایشان را غضبی کرد اما غضب خود را کنترل میکنند، گرفته روان نمی شوند، به صید شیطان نمی افتند. اینها محسنان هستند که الله اینها را دوست می دارد. در سنن ابوداود آمده است آنهایی که غضب خود را می توانند زیر دست خود کنند یا کنترل کنند، روز قیامت الله می گوید بیا اینجا که تو از بنده های خاص من هستی، از هر حوره که خواستی برای خود انتخاب کن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر به زندگیش را نگاه کنیم، بهترین نمونه در مسئله به دست گرفتن خود در حالتهای غضب بودند که مثلا با یک چند روز صحبت نکردن، با سلام علیک ندادن حتما جزا می دادن و آنه که حرمات الله را، قانون الله را زیر پا می کرد. اما گرفته زدن، حقارت کردن، دشنام کردن، حتی یهود را پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام نمی کردن. یعنی غضب سبب نمی شد که پیامبر بد اخلاقی کنند یا سبب نمی شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دایره که باید یک انسان باشد بیرون شوند. و اینجا عبدالله ابن مبارک تابعین مشهور میگویند شما وقتی همین 4 چیز رو یا در وقت همین 4 چیز خودتان رو داشته توانستید، در اینجا بدانید که از بهترین و قوی ترین هستید. وقتی چیزی رو خیلی خواستید همچون یک انسان، از حد دلتان به یک چیز مثلا وابسته شد ولی گفتید نه من آن رو نمیخرم یا نمیخورم، توانستید نفس خود را کشید. دوم وقتی خیلی حالتی ترس دارید، از چیز خیلی میترسید ولی باز هم گفتید اگرچه ترس است من از الله زیادتر میترسم و از راه هم نمیگردم. یعنی ترس مانع نمیشود که شما از راه حق برگردید. سیوم وقت شهوت یا گفتیم غریزه پیدا شد که به زن مرد خواهش نفسی پیدا شد، آن را هم به خاطر الله شکستید. چهارم وقتی غضب خود را شکستید، شما دیگر تمامی ثروت های دنیا در دست شماست. یعنی انسان در برابر این 4 چیز، از حد خواسته های خود، ترس های خود، شهوت خود و غضب خود اگر قوی باشد، دنیا به دست اوست. او شاه هست که کسی نمیتواند او را در این دنیا شکست دهد. چرا؟ برای آنکه 4 دشمن اساسی خود را او توانست زیر کنترل خود قرار دهد. اما درباره غضب اگر به کتاب روضة العقلاء ابن حبان نگاه کنیم خواهران عزیز، سبحان الله اینجا میگن یک چیز را بدانید. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن غضب نکن، یا پیامبر گفتن غضب از شیطان است، یا غضب یک پاره لخچه یا آتش هست که آن در قلب شما جای میگیرد، بدانید که غضب عقل شما رو نابود میکند. یعنی برابر شیطان بودنش، یعنی پاره از آتش بودن و از شیطان بودنش. و این چونین غضب برابر آن است که شما رو وقتی غضب میگیرد، شما چند نفر رو به خود دشمن میکنید. یک بدبختی دیگر هم دارد، آن هم باشد عقل شما رو نابود میکند. یعنی من میگویم اکثریت انسان هایی که در وقتی غضب خود رو کنترل کرده نمیتوانند، فراموش خاطر رو کم عقل دیدم. و سبحان الله در علم طب هم خواهران عزیز همین چیز رو میتوانید مشاهده کنید. یعنی اگر با طبیبان عصب صحبت کنید،
مثلا بیماری های فراموش خاطری یا گفتیم نابود شدنی یا سکته مغزی سر یا بیماری هایی که انسان دیگر زود باید دارو خورد وگرنه دست و پایش به لرزه می درآیند یا چیزی دیگر، اکثریتش رو می بینید که انسان های غضبی هستند. انسان های غضبی هستند و میگوید آنهایی که خیلی زود غضبناک می شوند، آنها از اینکه یک آتش آنها را از هر طرف احاطه کند حالتشان وزمین است. چون غضب آتشی هست که به آسانی مثل آتش دنیا آن را خاموش کرده نمی شود و آنی که بیهوده و بهوده غضب میکنی و پروایی نداری که تو غضبی هستی، عصبانی هستی، باید بدانی که اولا و اساسا ضررها را به خود میدهی، به اعصابت و به جسمی که الله به تو داده است. پس از آن در پیری میبینید به 1001 درد گرفتار شده است. و چیزی دیگر آنجا میگویند آنهایی که بعضی از علما بودن میگویند وقتی که کسی ایشان را غضبانی میکرد، به جای این که او را دشنام کنند، لعنت کنند، چیزی دیگر کنند، میگفتند الله به تو برکت دهد، به سبب تو الله مرا الان دارد امتحان میکند و من به خاطر الله الان اگرچه مرا به غضب آوردی به جز دعا چیزی دیگر تو را نمی کنم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهران عزیز خنده داشتن. حدیث در بخاری هست. حضرت انس میگویند که من وقتی بعضن سخنهای پیامبر را فراموش میکردم فقط خنده میکردن، یا وقتی اعرابی با یک بد اخلاقی آمد و پیامبر رو از عقیب کشاله کرد، پیامبر نگاه کردند و فقط خنده کردند. یعنی پیامبر زود با خنده غضب رو از بین می بردند. چند سال پیش درباره چگونه مادری باشیم که عصبی خود رو کنترل کنیم کتاب خوانده بودم، اگرچه مؤلفش مسلمان نبود، عیناً همین جمله رو یا عیناً همین اخلاق پیامبر رو نوشته بود که خواه و نخواه یک مادر، خصوصا مادری که 4 5 6 فرزند دارد، عصبانی می شود. در وقت عصبانی خودت رو مجبور کن و یک لبخند زن. با یک لبخند چقدر آن حجیره های عصب در تو یا ببخشید غضب در تو نابود می شود. و این سبحان الله اخلاق پیامبر، بهترین معلم بشر، بهترین استادی که الله برای عالمیان فرستاد، این اخلاق پیامبر بود که در جایی که باید غضب میکردن با تبسم اکثریتی آن رو میپوشانیدن یا با تبسم دیگر از آن عبور میکردن. و ابو حاتم میگویند بدان از غضب همان برای تو کافی هست که کسی که غضبناک و همیشه عصبانی هست اطرافیان با او نشستن رو بد میبینن و وقتی با او می نشینن همیشه در هراسن که کاری نکنیم این ببخشید احمق الان غضبی نشود. و نفرت مردم برایت کفایه هست که تو این اخلاق ذمیمه رو ترک کنی. ولی عجیبش این است که همه فقها اتفاق هستند غضبناک انسان وقتی که طلاق داد طلاق می افتد. در حالت غضب چیزی کسی رو شکست باید آن رو پرداخت کند. در حالت غضب کسی رو کشت او باید کشته شود. یعنی بعضی ها چرا این رو میگویم؟ بعضی ها غضبی و عصبی بودن خود رو به خود همچون یک بیماری بهانه می آورند. من خود رو به دست گرفته نمی توانم، من خونم نمیدانم چیزی دیگر است، ما از اول اویلوی همین گونه هستیم، ما وقتی جانمان به جای رسید دیگر کسی رو نمیشناسیم. نه، اینها بهونه نمیشوند. تو کسی رو میشناسی نمیشناسی به غضب خود در نزد الله جوابگر هستی، در نزد خلق الله جوابگر هستی. کسی به خاطر غضبی یا عصبانی بودن به تو عذر نمیدهد، نه شریعت نه انسان ها. برای همین غضب رو به خود نباید بهانه گیریم و نگوییم که من غضبی هستم و در غضبناکی این رو گفتم و کردم. آره، خواه و نخواه انسان غضبی می شود، ولی چه خیلی گفتم باید آن راهی که پیامبر به ما آموختن، با ساکت بودن، با به آب خنک دست زدن، با از همه پیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن. وقتی که حدیث در بخاری از 2 مرد هم دیگر رو حقارت میکنن و یک نفر تا اندازه
غضبانی می شود که رگهای گلویش الکه ورم می کند. پیامبر می گویند همین انسان اگر حاضر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید آرام می شود، چون او در دام شیطان بود، در صید شیطان بود که اون انسان که الکه عقل او رو غضب پیچانیده بود میگویند من دیوانه نیستم و این رو نمیگویم. پس اینجا با پیش گرفتن راههای غضب یا در وقت غضب خود رو کنترل کردن، باید انسان از پیامد غضب، یعنی از آن چیزی که غضب میزاید، آن چیزی که غضب آن رو تولد میکند دست بکشد. و میگویند اساساً غضب از صفت انسان‌های کمعقل است، چون انسان عاقل پس از آن که دانست که غضب اینقدر به سلامتی او ضرر میکند، غضب اینقدر او را در نزد مردم بی‌آبرو میکند و برعکس این حلیمی خود را با کنترل کردن یا گفتیم خود را به دست گرفتن چقدر او را عزت میدهد، اصلا به این چیز خود را عادت نمی کنند، یعنی به گفته های غضب عملی نمی شود، گفته های غضب را ببخشید عملی نمی کند. اما نه من خاراکترم همین است، من قهرم برآمد جایی را نمی دانم، من خواه و نخواه وقتی قهرم برآمد اون چیزی که در دلم هست میگویم. نه تو یک دیوانه هستی، ببخشید یک ضعیف و بیچاره هستی، با این ضعیف و بیچاره چیکار کنیم؟ یعنی یک نفر غضبی دیگر، من و شما دیگر، برابر اینها اصلا برابر شدن نمی شود. یعنی یک نفری که در وقت غضب در حقارت و جنگ و جنجال و دست و پا فشاری هست با او برابر شده نمی شود، چون عقل او را کاملا غضبی او پیچانیده است و او در صید توری شیطان است الان و شیطان هر کجای خواهد او را بازی می داراند و برابر او ما هم جنگ شدن و عصبی شدن کار کردن نمی توانیم. ولی همیشه با دعا، یعنی باید یک مؤمن دعا کند که پروردگارا به نفس، یعنی ما وقتی میگیم مجاهده با نفس، جهاد با نفس، یکی از بالاترین جهاد با نفس این غضب خود را حاکمیت کردن است. باید دعا کنیم که پروردگارا غضب از شیطان است، تو پروردگار شیطان رجیم هستی، من برابر او ضعیفم ولی این تو هستی که میتوانی مرا قوی کنی، برابر او مرا قوی کن، نگذار غضب مرا شرمنده سازد در پیش تو، در پیش بنده هایت، نگذار غضب آن پشیمانی هایی که به من می آورد تمام عمر مرا افسرده کند. چرا؟ چون خواهران عزیز در وقت غضب کارهای کرده ایم، گپ های گفته ایم که دیگر هر باری که به یاد می آورد خواهیم نخواهیم خجالت می کشیم. مؤمن همین گونه نفس دارد، اون نفس لوامه، یعنی او را ملامت کننده دارد و برای به همین حالت دچار نشدن باید در وقت غضب اولین کار میکنید، حتی غضب در خانواده باشد، همراه دوستان باشد، سرخ شوید، سرخ شدن این در دست شما نیست، غضبی شوید بعضا علاج نیست که غضبانی نشوید، اما زبان را نگه دارید، دست و پا را نگه دارید تا میتوانید ساکت باشید و سخن الله را به یاد آورید. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. تو مؤمنی، تو بنده من هستی، من زمان تو را دوست می‌دارم که تو غضب خود را کنترل کنی. چند نفری که تو را به غضب آورد، عصبانیت کرد، آنها را ببخشی و گذر کنی. انا در این حالت تو از بنده های مؤمن میشوی. این آیت همیشه با ما باشد و وقتی شما توانستید برابر غضب خود بجنگید و گفتید غضبانی هم سکوت میکنم، دشتم نمیکنم، فرزندم رو نمیزنم و وای بر حال مادرانی که هر بار عصبانی میشوید دست به فرزند خود بالا میکنید، وای بر حال مردهایی که هر بار غضبی میشوند زن خود رو کلتک میزنند یا فرزند خود رو. اینها فردا به الله چی میگویند؟ اون فرزند تو هست، اما او امانت الله هست. الله میتوانست او را به پدر و مادر دیگر نصیب کند، اما از فضل خود، از مهربانی خود به تو رزق داد. نمیتوانی من عصبانیم گویان به او دست برداری. و اگر دیده باشید اکثریت جنایت هایی که در همین دنیا سر میزنند اکثریتش از دست پدر و مادرای بیرحم بودند که در خردی به یگان رحم بالای فرزند خود دست میبرداشتند و همین گونه یک سنگدل و یک انسان حیوان صفتی که نمیتواند
احساسات خود را کنترل کند فرزند بزرگ کردن. و مردهایی هم که با عصبانیت بالای همسر خود دست میبردارند و گمان میکنند عذر دارند، من قهرم برآمد عصبانی شدم، من همین گونم. نه، آن عذر نیست. تو در نزد الله جوابگو هستی و آن دستان به پیش الله حتما شکایت میبرد که این بدبخت چگونه از تو استفاده کرد یا از من چگونه استفاده کرد. پس در وقت غضب باید خود را به دست گیریم و چه خیلی گفتم، غضب اول صاحبش را میسوزاند، ما را نابود میکند. از دل، از جگر، از گرده، از حتی معده و روده شروع کرده تا چشم و تا گوش و تا دندان و تا از سخنهایی که رفته رفته دیگر جمله های شما برو نمی شود، کلمات شما برو نمی شود. این همه پیامدهای همان شعله های آتش غضب است که به جسم شما ضرر می کند و عاقبت روحیش هم آسان نیست. اون چیزی که به روحی شما ضرر می رساند و آن پشیمانی و در نزد الله جوابگری و فرزندان بیچاره، نزدیکان بیچاره که از یک عصبانیت یک انسانی عصبی ببخشید همیشه در عذابند و بعضی ها حتی دعا میکنند که خدایا من همین انسان رو دیگر نبینم، قطعیش روبرو نشوم، از جنگ و جنجال او بیزار هستم. این همه پیامدی، این یک حسیات هست که ما آن را درست استفاده کردیم. این غیرت مسلمان است. خیلی گفتم در جایش غضب نکردی تو بی غیرتی. ببخشید مردی که در جایش غضب نمی کند او به دیوسی میبرد. اما غضب به خاطر نفس نه. می توانیم بشماریم خواهران، می توانیم به خود سوال کنیم چند بار به خاطر الله در دنیا غضب کردیم، چند بار به خاطر خودمون غضب کردیم. چون ما غضب هایی که ما داریم اساساً به خاطر نفس خود، به خاطر انتقام جویی چیزی دیگر است، نه به خاطر الله. اگر ما به خاطر دین الله غضب میکردیم، امروز این همه منافق و این همه دشمنان دین اینقدر سر بالا نداشتن. اینها شرمنده و ترسو و سری خم داشتن. غضب های ما که فقط به خاطر نفس است و برای الله غضب نمی کنیم، امروز حالتمون به اینجا رسید و الله عزت را و شرف را و غضبی که در جایش هست و مناسب است برای یک و یک مسلمان ها، چی زن و چی مرد، همیشه الها رزق کند و نصیب کند. این بود صحبت امروزه ما و الله عمل کننده کند و مایان را از جمله کاظمین الغیظ و العافین عن الناس قرار دهد. آمین.